الهی توی قادر لا یزال، الهی توی سان بی مثال. ز لطف و کمال خدایی خویش برابر به سرحد علم و کمال. الهی بجاوا جلال رسول، به حق حسین و بجان بطول، که حاجاتی خسته دل را برار، نما ارزین بی نوا را قبول. نازمان ذات کبریایی تو، که دست بر خدایی تو، دست من گیر و یاریم بنما، تا شوم فانی و فنایی تو. علی که تازه عدم زد قدم به ملک وجود، و پیشگاه جلالش به پا ستاده جبال، شکوی کوکبه دولتش به گوش فلک، نمود حلقه فرمان بری بر اسم هلال. سلاله شرف دودمان آل خلیل، خلاصه خلف زاده گل سلسال، وسیع احمد مرسل ولی حضرت حق، کننده در خیبر، کشنده ابطال، بروز رزم چوبندد و پشت دل زیر، شود گسسته ز هم تنگ رخش رستم زال. اگر بقر کشد تیغ را بروز مصاف، دلاوران جهان روی آورند به زوال. عدوی آل علی دشمن خدا باشد، عدوی آل علی دشمن خدا باشد. هر آنچه خیر و عبادت کنند از وبال. شراب حب علی خورت و بلبلا به دو کم، چرا که حب علی است حب احمد و آل. در گلستان بلبل و در انجمن پروانه باش، هر کجا دام تماشایی که بینی دانه باش. عالمی طوطی شدند اما کسی بلبل نشد، گر شدی بلبل ولی چون بلبل کابل نشد. حریف بلبل کابل گر از بنگال برخیزد، حریف بلبل کابل گر از بنگال برخیزد، بدان ماند که از یک شور زار لاله برخیزد. و کلبه من معزون ناتوان دیشب، فروغ نور خدا بود تا سحر پیدا، و زلم علم ای نوری که از سما بارید، بودن به وصف خداوندیش اما گویا، و اما به وجد و ستایش به ذکر یا قدوس، نهاد سر به سجود از برای حمد و ثنا، و اما به زمزم
مشغول ذات بیچونه که آفرید از سنش جهان و ما فیها و به ذکر گفتن یاهو تمامشان مشغول به وصف ذات خداوندیش همه گویا و به چشم معرفت ار بنگری عیان بینیم ثبوت ذات جلالش ز صنعتش پیدا و چگونه ساخته این آسمان بی پایان که عرض و طول و هرگز نمی شود پیدا چگونه ساخته خورشید را چراغ روز که می دهد جهان راز نور خویش سیاه چگونه گردش افلاک را به سیر زمین قرار داده به دستور خویش پا برجا و چگونه داده هدایت به کهکشان فلک که سیر خویش کند در تعادل و برپا چگونه کواکب بر اسم داروغ میان هر فلکی مانده خیمه و خرگاه چگونه کرده به قالب روان انسان را چگونه کرده خطابش به لفظ کرمنا چگونه کرده ز انوار خویشتن روشن عقول عقل مقالات آدم و حوا و چگونه جان بستاند چگونه جان بخشد چگونه مرده کند زنده از دم عیسی و چگونه ریزش خانه کریمیش روزی و جن و انس عطا می کند به صبح و مسا و چگونه نقش نموده فراز باغ بهش که هور و این گرفته میان آن موا چگونه ساخته با قعر خویشتن دوزخ زبر سوختن ظالمان بی پروا چگونه داد از الطاف عزت و شاهی به یوسفان که بودی مبتلا بر رنج و بلا چگونه داده به ایوب از شکیبایی مدال صبر و نشان صبوریت ز وفا چگونه شد به سلیمان نوید آزادی که جن و انس به فرمان او شدن یک جا چگونه در شب معراج آن رسول امین سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی چگونه در شب معراج آن رسول امین قدم نهاد به عرش و نشست در بالا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی نهفت رمز عجیبی بود در این پرده فاوها الی عبده ما اوها نهفت رمز عجیبی بود در این پرده که عقل هیچ معلم نیابد این معنا و دقیق اگر شوی در سنت خدایی و زبان قلب تو در وحده شود گویا و بنده بهتر از این نیست تا شوم تسلیم به ذات اقدس پروردگار ارض و سما ز حکم چنبر فرمانش ار سر پیچی به هر دو کون شویم مبتلا به رنج و بلا و فنایی خواهد از الطاف رحمتش دایم که بخشدش به صف محشر و به روز جزا